آقا چاکرم. میگم این ویدیو رو که شما الان دارین میبینین احتمالاً یه سریا مسین، یه سریا چتین، یه سریا اگه دخترین، نمیدونین الان ساعت بعدیه دیگه 3-4 صبح کار تمومه دیگه، اکثرا میرن برای کشتی، دخترها یه سریا میخوان بپیچونن، پسرها یه سری الان الکی آی بریم خونه و دیگه اینجا نمونیم و اینا. امشب خیلی حواستون بچا جمع باشه. ما هم عرض به خدمت تمرینمون تموم شد، ولی این رفیق ما خیلی کنگوشاده، وحشتناک. ما تمرین کردیم، این فقط با این ساکش پشت سر ما وایساد، این ساکو گرفته بود پشت سر ما وایساده بود. گفت آقا تمرین کار من نیست. منم آقایون عرض به خدمت شما بعید میدونم بتونم ترک کنم. احساس میکنم والله حقیقت رو بگم حاجی، من خودم احساس میکنم فردا برگشتم باید یه دونه بزنم. بچه‌ها چیزی که من تو این یه روز ترک فهمیدم، 7-8 ساعت ترک فهمیدم، این بود که برادر جان ترک مال پشت موتوره، فقط ترک نمیشه کرد. من فردا رسیدم میکشم